میخوام یه چیزی بهتون بگم. زن اومد 15 شب نشده هر کس نتیجه نگرفت به من لعنت کنه. بعد خودش گریه میکرد میگم من 90 سالمه آخر عمرم برای خودم بیخودکی لعنت نمیخرم. اگه چیزی نمیدونستم نمیگفتم. بالاخره یا مشکلتون حل میشه یا خوابی یا بیداری، بالاخره یه چیزی خودتون میفهمید. و ایشون گفت 2 دقیقه رو به قبله بایستید با وضو شبها به هر لهجه‌ای که داری 2 دقیقه این 2 دقیقه رو نصف کن. 1 دقیقه 1 دقیقه خواسته بگو. این موبایلم خراب شده. همینطوری که من دارم میگم. قلم به سلم بم نه. اینکه پدرته. آره دختر خواستگار اومده جهیزیه‌شو نمیدونم داماد خوب نمیدونم. این برای میگم اینو میخوام. همینجوری که چه حرف میزنی با پدرت؟ گوشش نوای خداست میشنوه. بعد میگفت دوم این کاری که میگم بکن. گفته بود اون 1 دقیقه دوم رو دروغ بهش بگو. میگفت میزد و کردنش. میگفت گناهش کردن من. گفتن آقا یعنی چی دروغ بهش بگی؟ میگفت بهش بگو یا نرفزد من خیلی دوست دارم. همه دنیا بیشتر دوست دارم. از زن و بچه، از پول فلان. دلت نگیره یه وقتی فکر کنی من حواسم بهت نیست. میگفت اینا دروغه. بگو زیاد بگو گردن من. یکی آقا چرا انقدر داری بگو گردن من؟ گفت اونقدر غریب شده است که کسی دروغشو بهش بگه که من خیلی دوست دارم. قصه نخوری یا پاش بیفته زن و بچه هم برات فدا میکنن. پاش بیفته پول برات میگذارن. دروغکی ها ولی بگو. اونقدر غریب شده دل به همین خوش میکند. تو همین دروغش هم کسی دیگه نمیگه بهش.